نفس عمیق بکش، نه برای آروم شدن، برای شنیدن. چون الان قراره به صدایی گوش بدی که مدت‌ها ساکت مونده. صدایی که توی دعواها، لای بغض یا حتی پشت خنده های مصنوعی محو شده. نفس رو نگه دار. بعد با بازدم بذار همه قضاوت ها، همه باید ها ازت جدا شن. الان فقط احساس مهمه، نه درستیش، نه منطقش، فقط حضورش. حالا تصور کن یه جایی هستی که هیچ کس قضاوت نمی‌کنه. یه اتاق کوچیک و گرم پر از نور. وسط این فضا تو نشستی. اما نه توی الان. تو فقط بچه بودی. همون بچه‌ای که نمیتونست حرف بزنه. وقتی ناراحت بود کسی نمیپرسید چرا. فقط میگفتن بزرگ شو. مگه چیزی شده؟ این که ناراحتی نداره. نگاهش کن. اون بچه هنوز هست. صدایی داره که شنیده نشده. یه لحظه فقط گوش کن. ببین چی میخواد بگه. شاید بگه من فقط میخواستم کسی حالمو بفهمه، نه اینکه جواب بده. یا شایدم میخواد بگه ای کاش اون موقع کسی بغلم میکرد، نه اینکه نصیحتم کنه. حالا این کودک همونیه که وقتی تو توی رابطت حرف نمیزنی، وقتی صداتو میخوری یا برعکس داد میزنی، از درون داره فریاد میکشه. ببین من هستم، من هنوز درد دارم. حالا وقتشه بهش یه قول بدی. با صدای خودت یا توی دلت بگو قول میدم صداتو بشنوم، حتی اگه هیچ کس دیگه نشنوه. قول میدم از این به بعد احساسم رو انکار نکنم. نه با فریاد، نه با سکوت، با صداقت. نفس عمیق بکش. بدون این صدای ضعف نیستش. صدای واقعی بودنه. تو اجازه داری شنیده بشی. گذشته بر نمیگرده، اما صدای اون کودک هنوز توی تو هست. شاید، فقط شاید، اگه همین امروز به جای این که بگی بازم باید تحمل کنم، بگی امروز من صدای خودمم، یه چیز کوچیک توی رابطت تغییر کنه.